مثل زنبور صدا می دهد. بعد صدای ترکیش می آید. ساکنان این روستا همیشه تحت نظارت پهپادهای روسیه هستند. در نزدیکی ولایت کورسک واقع است که نیروهای اوکراین سال 2024 به آن حمله کردند. تمام راه ویران شد. اینجا نخ نوری درون خوابیده است. دیروز از اینجا پرواز کرد. آن زن شاهد هم بود. اندک آسیب دید. بله دیدم پرواز میکرد. بله در پسش نخ داشت. بعد آن اندکی مشکلی شنوایی پیدا کردم. وقتهای اخیر درون‌های روسی را با استفاده از این نخ‌های نوری اداره می‌کنند. یک طرف آن را به درون وصل می‌کنند، قسم دیگرش را به دستگاه اداره آن. درون‌های معمولی را فرود آوردن و بی‌ضرر کردن آسان است، ولی درون‌ها با نخ نوری را نمی‌توانید. در این روستا فقط 20% اهالی آن مانده است. ساکنانش میگویند در آن طرف مرز دوستان و اهل خانواده دارند ولی با هم گپ نمیزنند. چگونه فراموش میکنید؟ چگونه دیگر با مردم آن طرف گپ میزنید؟ اگر انسانیم، مخلوق و یا حیوان نیستیم، ولی گپ میزنیم. ولی نمیدانم چگونه. زخمها بسیار عمیقند. این تنوره در باغ یوری عاقبت ترکش بمبی روسیه است. به نظر من برای صلح صدها سال لازم می شود. اینقدر مردم جان داد. وقتی اوکراین مستقل شد اگر می پرسیدند مخالف پیوستن به ناتو رای می دادم. امروز با دل و جان به طرفداری ناتو آواز می دهم.